سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. بریم که ادامه کتاب فردگرایی و فلسفه علوم اجتماعی رو بخونیم. فکر میکنم که بتونیم تو این ویدیو تمومش کنیم. حالا اگه یه خورده طولانی ترم شد، من تو همین ویدیو دیگه اون قسمت هایی که قرار بود بخونم رو تمومش میکنم. خب رسیده بودیم به بخش اکسیوم ها و استنتاج ها. من خب گفتم که این بخش رو همش رو نمیخوام بخونم، فقط 2 تا پاراگرافش رو میخونم و میرم سراغ باز بخش بعدیش. خب شروع کنیم. پس وجود آگاهی فردی اکسیوم بنیادین مطالعه انسان است. این که میگه پس یعنی در نتیجه دیگه. خب در نتیجه چی؟ در نتیجه همون مباحثی که توی ویدیوهای قبل من کتاب رو خوندم توضیح دادم. بر اساس اون مباحث داره میگه. پس وجود آگاهی فردی اکسیوم بنیادین مطالعه انسان است و ما شیوه‌های متعددی را دیدیم که علم‌سالاری از طریق آنها در تلاش است تا این اکسیوم را رد یا از آن اجتناب کند. کدوم اکسیوم؟ آگاهی فردی. در ادامه میگه انسان دانای کل نیست. ببینید این خیلی مهمه ها، چون بعضیا این انتقاد رو میکنن به روتبارد یا به طور کلی به مکتب اتریش که آقا شما مثلا فکر کردی بازار کامل، اطلاعات کامله، بازار اطلاعات کامله، یا انسان از همه مسائل خبر داره. روتبارد اینجا داره میگه آقا من خودم میدونم، من هیچ وقت نگفتم که انسان ها دانای کلن. ما داریم در مورد فرد صحبت میکنیم با ویژگی هایی که انسانی که جلو چشمونه هست، انسان همان گونه که هست داریم در موردش صحبت میکنیم. میگه انسان دانای کل نیست، باید بیاموزد. او همیشه باید ایده هایی را فرا بگیرد و بر اساس آنها عمل کند و اهداف و ابزار دستیابی به آن اهداف را برگزیند. یعنی چی؟ انسان ایده ها رو یاد میگیره، در جریان زندگی ایده ها رو می آموزه، بعد بر اساس اون ایده ها اهدافی رو انتخاب میکنه و برای اون اهداف یه سری ابزار و وسایل انتخاب میکنه تا برسه به اون هدف. امکان داره در مسیر رسیدن به هدف متوجه بشه که این ابزار و وسایلی که انتخاب کرده اشتباهه، خب تغییر میده. امکان داره اصلا متوجه شه هدفی که انتخاب کرده اشتباهه، هدفشو تغییر میده. یعنی این چیزی که روتبارد میگه منظورش این نیستش که وقتی میگه انسان کنشگره، هدف انتخاب میکنه، ابزار و وسایل انتخاب میکنه، به این معنا نیست که هدفی که انتخاب کرده درسته. به این معنا نیست که انسان وقتی یه هدف رو انتخاب کرد تا آخر عمرش هدف هم بود. نه، امکان داره تغییر بده، امکان داره متوجه بشه که اشتباهه، یا اصلا اشتباه نیست، سلیقش عوض میشه، در مسیر زندگی نظراتش عوض میشه، ایده هاش عوض میشه. طبیعیه که وسایلش هم عوض میشه و امکان داره اهدافش هم عوض بشه. بر اساس همین اکسیوم بنیادین. کدوم اکسیوم؟ آگاهی فردی. بر اساس همین اکسیوم بنیادین ساده میتوان یک بنای استنتاجی گسترده برپا کرد. انسان آگاهی داره، هدف انتخاب میکنه و برای رسیدن به هدف ابزاری انتخاب میکنه. میگه ما بر این اساس میتونیم یک بنای استنتاجی گسترده برپا کنیم. یعنی اینو بگیریم به عنوان اصل ابتدایی، نتیجه منطقیشو ببینیم چیه، بعد از اون استفاده کنیم برای اینکه بریم یه مرحله جلوتر و یک بنای استنتاجی عظیم برپا کنیم. پیش از این پروفسور لودویگ فون میزس این کار را برای اقتصاد انجام داده که آن را ذیل علم پراکسیولوژی رده‌بندی کرده است. این تحلیل بر این واقعیت جهان شمول متمرکز است که تمام انسان‌ها بدون بررسی فرایندهای انتخاب‌های واقعی یا توجیه آنها از وسایلی برای دستیابی به اهداف انتخاب شده استفاده میکنن. هر انسانی از یک ابزار استفاده میکنه برای اینکه به اون اهدافی که انتخاب کرده برسه. این جهان شمول همینن. یعنی حتی یک فرد جهادی یا اسلامگرا از یک سری ابزاری استفاده میکنه تا به اون اهدافش برسه. مثلا میخواد بره یک جای یک عمل انتحاری انجام بده،
یک سری ابزارها استفاده میکنه، از بمب استفاده میکنه، از چه میدونم مثلا ماشین استفاده میکنه تا بره خودشو بکشه. جهان شمول. هدف ابزار. این هدف امکان داره از نظر من اشتباه باشه، امکان داره از نظر شما اشتباه باشه، امکان داره از نظر یکی دیگه درست باشه، ولی به هر حال انسان‌ها اهدافی رو انتخاب میکنند، ابزار و وسایلی رو انتخاب میکنند که به واسطه اونها، به وسیله اونها به اهدافشون برسن. میزس نشان میدهد که میتوان کل ساختار اندیشه اقتصادی را با این اصل و با کمک چند آکسیوم فرعی استنتاج کرد. از آنجا که آکسیوم بنیادی و دیگر آکسیوم ها ماهیت کیفی دارند. میگه این آکسیوم هایی که ما گفتیم، یعنی اینکه انسان آگاهی داره، همین قضیه‌ای که هدفی انتخاب میکنه، ابزاری انتخاب میکنه، میگه اینا کیفیه، کمی کنی عددی، عدد و رقم که ما نیست توش، که کیفیه. گزاره هایی که به وسیله قوانین منطق از این آکسیوم ها ما استخراج میکنیم، استنتاج میکنیم، اونا هم کیفی هستند، چون خود اون آکسیوم بنیادین کیفیه، اونا هم کیفی هستند. بنابراین میگه قوانین کنش انسانی کیفی هستند. نکته مهم. و در حقیقت این نکته باید روشن شود که وجود اراده آزاد از وجود قوانین کمی جلوگیری میکند. ببینید اینجا اگه دقت کنید، اون بحث اراده آزاد و اینا که تو ویدیوهای قبلی صحبت کردیم، رتبار در موردش صحبت کرده و من اینو گفتم که اون یک بحث صرفاً تئوری فلسفی خشک از سر بیکاری نیست، بروز و ظهور داره، نمود پیدا میکنه تو سیاستگذاری اقتصادی، نمود پیدا میکنه توی مثلا رفتار رایدهی شما و خیلی چیزای دیگه. اینجا داره میگه وجود اراده آزاد از وجود قوانین کمی جلوگیری میکنه. یعنی میگه شما نمیتونید در باب کنش انسان قوانین کمی داشته باشید. شما نمیتونی همونجور که توی فیزیک ما یک فرمولی داریم K مساوی 1/2 m ضرب در v به توان 2. m وزن، v سرعت، K یادم رفته چیه. این اولین قانون فرمولیه که شما در فیزیک دوم دبیرستان میخونید. ما اینو کامل میتونیم محاسبه کنیم. m و v رو اگه داشته باشیم، K رو میتونیم دقیق محاسبه کنیم. در مورد انسان اینجوری نیست. شما نمیتونید چنین قوانینی در مورد کنش‌های انسانی داشته باشید، به کار ببرید. اصلا و ابدا. چرا؟ چون انسان اراده آزاد داره. شما امکان داره بری یه بار بزنی تو گوش یه نفر و طرف بلند شه 2 تا بزنه تو گوشت، یه بار دیگه اگه بری بزنی تو گوش همون فرد، امکان داره بشینه گریه کنه. یه بار دیگه امکان داره بشینه مثلا بهت فحش بده. ببین، یعنی یه عمل واحد رو اگه روی یه فرد انجام بدی در زمانهای متفاوت یا در شرایط متفاوت، امکان داره واکنش‌های متفاوتی بهت بده. یکی نه، شاید هم یکی باشه، ولی به هر حال شما نمیتونی قواعد کمی برای کنش‌های انسانی وضع بکنی. افرادی که دنبال برنامه‌ریزی اقتصادی یا اصلا برنامه‌ریزی سیاسی هست. برنامه‌ریزی هم که میگیم یه مفهومی داره دیگه، اینو هایک تو کتاب راه بردگی توضیح میده. افرادی که دنبال دولتگرایی هستند، افرادی که دنبال که نه، کلا جمعگرا هستن، مارکسیست ها، کمونیست ها، کسایی که دنبال توسعه اقتصادی هستند، یعنی میگن برنامه‌ریزی باید بکنیم، فلان صنعت باید اینقدر رشد داشته باشه، اینقدر تولید بکنه، اینقدر میلیون تن مثلا چیز داشته باشه. همه اینها معتقدن که ما میتونیم قواعد که کمی برای کنش‌های انسان داشته باشیم. لازمش هم چیه؟ توی ویدیوهای قبلی گفتم. اینا انسان رو به عنوان ملات، به عنوان مواد اولیه، به عنوان آجر میبینن. جامعه رو هم به عنوان ساختمان میبینن، خودشون رو هم به عنوان بنا میبینن. یعنی فکر میکنن اون کسی که قراره بسازه خودشونن یا ایده های خودشونه. اینا خودشونو جای اون آجر نمیذارن، ولی شما رو جای اون آجر میذارن. شما برای اونا مثل یک آجری در یک ساختمان. اهمیت، اولویت با چیه؟ با ساخت این ساختمانه. اونم به شکلی که کی میخواد؟ به شکلی که ایشون میخواد، این آقای بنا میخواد. حالا از این رو بذارید این جمله دوباره بخونم. بنابراین قوانین کنش انسانی کیفی هستند و در حقیقت این نکته باید روشن شود که وجود اراده آزاد از وجود قوانین کمی جلوگیری میکند.
از این رو میتوانیم این قانون مطلق اقتصادی رو بیان کنیم. ببینید داریم میگه قانون اقتصادی. قانون با تئوری فرق داره دیگه. قانون یه چیزیه که اثبات شده دیگه رد نمیشه، مثلا قانون جاذبه زمین. ولی مثلا اون چیزی که نسبیت نمیگیم قانون نسبیت، میگیم تئوری نسبیت. اون یه تئوری، جاذبه قانونه. میگه از این قانون اقتصادی ما میتونیم صحبت کنیم. کجا بودم؟ از این رو میتوانیم این قانون مطلق اقتصادی رو بیان کنیم که افزایش عرضه یک کالا در سطح معینی از تقاضا به کاهش قیمت آن منتهی می شود. همون بحث چیه؟ عرضه و تقاضا. اگه تو سطح معینی از تقاضا عرضه افزایش پیدا کنه، یعنی تعداد تخم مرغ هایی که عرضه میشه افزایش پیدا کنه، تقاضا ثابت باشه، چه اتفاقی میفته؟ قیمت کاهش پیدا میکنه. میگه ما اینو میدونیم. اما اگر بخواهیم با اصل کلی مشابهی تعیین کنیم که با مقدار مشخصی افزایش عرضه قیمت چقدر کاهش می‌یابد، این تلاش به واسطه وجود اراده آزاد و ارزش‌گذاری متفاوت از سوی افراد مختلف با شکست مواجه می‌شود. میگه ما میتونیم اینو پیش بینی کنیم یا تشخیص بدیم که با افزایش عرضه یک کالا قیمتش کاهش پیدا میکنه، اما اینکه چقدر کاهش پیدا میکنه میگه اینو دیگه نمیتونیم. ما نمیتونیم به همون دقت و با همون روشی که تو فیزیک اون k = 1/2 mv2 رو به دست میاریم بیایم اینجا محاسبه کنیم که این مقدار افزایش در عرضه فلان کالا باعث مثلا کاهش فلان مقدار در قیمت کالا میشه. میگه اینجوری نیست، اینو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. خب من اون 2 پاراگرافی که گفتم و خوندم دیگه، ادامه‌شو نمیخونم، اگر که براتون جذابه دیگه خودتون بخونید دیگه. میرم سراغ بخش بعدی با عنوان علم و ارزش‌ها، اخلاق دل بخوای. اینم همه‌شو نمیخونم، اینم فقط چند تا پاراگرافشو براتون میخونم و میرم باز برای نتیجه گیریش. پس از بحث درباره رویکرد علمی مناسب در مطالعه انسان در مقابل رویکرد علم سالارانه، که اینو خب تو همه این جلسات بحث مربوط به این بود، توی ویدیو اولم گفتیم رویکرد علم سالارانه میخواد از قواعد فیزیک استفاده کنه برای مطالعه انسان، اما مطالعه کنش انسانی با اون قواعد فیزیک نشدنیه که یه نمونهش رو همین الان گفتم. میگه پس از بحث درباره رویکرد علمی مناسب در مطالعه انسان در مقابل رویکرد علم سالارانه می توانیم با بررسی اجمالی مسئله دیرینه رابطه میان علم و ارزش‌ها به نتیجه گیری بپردازیم. میگه از دوران ماکس وبر موضع غالب در علوم اجتماعی دست کم در سخن بی‌طرفی ارزشی بوده است. بی‌طرفی ارزشی چی؟ میگه این که علم خود نباید مرتکب قضاوت ارزشی شود، بلکه خود را به قضاوت واقعیت‌ها محدود کند، زیرا اهداف نهایی تنها می‌توانند ترجیح شخصی محض باشند که مشمول استدلال عقلانی نمی‌شود. فکر کنم واضح بود دیگه. دیدگاه فلسفی کلاسیک مبنی بر این که اخلاق عقلانی، یعنی به معنای وسیع کلمه علمی، امکان پذیر است تا حد زیادی کنار گذاشته شده است. میگه یک دیدگاه فلسفی کلاسیک وجود داشت که ما میتونیم بگیم که میگفت که ما یک اخلاق عقلی داریم، یعنی میتونیم به طور عقلی اثبات کنیم این مثلا رفتار اخلاقی است، اون اخلاقی نیست، عقلانی اثبات میتونیم بکنیم. در نتیجه میگه این دیدگاه الان کنار گذاشته شده. میگه در نتیجه منتقدان بی‌طرفی ارزشی، اونایی که بی‌طرفی ارزشی رو قبول ندارن، با رد امکان پذیری اخلاق عقلانی به عنوان یک دیسیپلین جداگانه، میگه خب اخلاق عقلانی هم که امکان پذیر نیست، در تمام علوم انسانی به قضاوت‌های اخلاقی دل بخواهی مخفیانه و غیر مستقیم روی آورده‌اند. چیکار کردن؟ اومدن قضاوت‌های اخلاقی دل بخواهی انجام دادن، هرچی که دلشون میخواد و غیر مستقیم، یعنی علنی نمیان بگن. حالا میگه شیوه فعلی، میگه الان چجوری داستان؟ میگه شیوه فعلی حفظ ظاهر بی‌طرفی ارزشیش، در ظاهر بی‌طرفی ارزشی خودشون رو حفظ میکنن، میگن ما بی‌طرفیم.
یعنی قضاوت‌های ارزشی را به شکل تصادفی، نه به عنوان تصمیم خود دانشمند، بلکه به عنوان اجماع ارزش‌های دیگران اتخاذ می‌کنند. یعنی قضاوت‌های ارزشی خودشون رو در این لباس یا با این عنوان که میگن آقا دانشمندان مثلا حوزه علوم اجتماعی یا اقتصاد یا هر چیزی، دانشمندان این حوزه به این اجماع رسیدن فلان چیز درسته. میگه این آقا یه قضاوت ارزشی داره میکنه، منتها حالا یا از روی دورویی یا به هر دلیل دیگه ای نمیاد بگه که آقا این چیزیه که من پذیرفتم. میگه دانشمندا اینو میگن دیگه، این قضاوت ارزشی نیست که، این دانشمندا اینو میگن، اجماع دانشمندان اینه که فلان موضوع مثلا اینجوریه قضیهش. دانشمند به جای انتخاب اهداف خود و ارزش‌گذاری بر اساس آن، در ظاهر بی‌طرفی خود را با اتخاذ ارزش‌های بخش عمده‌ای از جامعه حفظ می‌کند. میگه در ظاهر بی‌طرفی ارزش‌های بخشی از جامعه رو میپذیره، ارزش‌هایی که معمولاً مینستریمن، یعنی ارزش‌های غالب جامعه رو میپذیره و میگه خب اجماع جامعه اینه. این موضوع رو آین رند توی رمان اطلس شانه‌هایش رو بالا انداخت بهش پرداخته، حالا در قالب رمان و گفتگوی میان افراد. حالا یه رمان طولانی هم هست، اگر دوست داشتید اونجا میتونید مطالعه کنید. به طور خلاصه در حال حاضر بیان ارزش‌های خود مغرضانه و شخصی تلقی می‌شود. میگه الان با اینجوری شرایط که شما اگه به ارزش‌های خودت رو بیان بکنی میشه یک کار مغرضانه، غرض ورزانه و شخصی، در حالی که پذیرش بیچون و چرای شعارهای دیگران اوج بی‌طرفی به حساب میآید. میگه ولی اگه شعارهای دیگران رو شما بپذیری انگار بی‌طرفی. اون ارزش‌هایی که غالب مثلا توی حوزه علوم اجتماعی یک نظریه هست، اجماعی وجود داره، همه قبولش دارن، شما اگه اون اجماع رو بپذیرین یا ببین این بی‌طرفه، داره اینو میگه، اوج بی‌طرفی به حساب میاد اگه ارزش‌های دیگران رو بپذیرید. بی‌طرفی علمی دیگر به معنای جستجوی یک انسان برای دستیابی به حقیقت تا هر کجا که ممکن است منتهی شود نیست، بلکه به معنای پیروی از نظرسنجی‌های گالوپ از افراد کمتر آگاه است. میگه امروزه بی‌طرفی علمی به این معنا نیست که شما برید به دنبال جستجوی حقیقت تا جایی که ممکنه، به هر چیزی که منتهی بشه برید دنبال جستجوی حقیقت. میگه بی‌طرفی علمی امروزه به این معنی نیست. بی‌طرفی علمی امروزه به این معنیه که شما ببینید غالب افراد مثلا تو جامعه شناسی، تو اقتصاد، حتی تو اقتصاد یا هر جای دیگه، غالب افراد چی میگن؟ میگه همون درسته، همون درسته، پیروی کنی از اون. میگه این میشه بی‌طرفی. امروزه بی‌طرفی به این معنا شده. یه مستندی هست متوالش درست کرده با عنوان زنچیست که زیرنویس هم داره، میتونید دانلود کنید دانلود کنید ببینید. اونجا البته اینو بگم، متوالش یک فعال سیاسی محافظه‌کاره و احتمالاً با خیلی از افکار روتبارد هم شاید موافق نباشه. روتبارد هم اگه زنده بود با اون موافق نبود، مخالف شاید سرسختش می بود. اینو از این جهت گفتم که یه موقع فکر نکنید الان دارم ارجاع میدم به متوالش به این معناست که اون چیزی که اونجا گفته شده در راستای افکار و اندیشه های روتبارد. حالا با دقت به این موضوع اینو بهتون بگم که اونجا متوالش میاد میره با اساتید جامعه شناسی و حوزه مطالعات جنسیت تو دانشگاه‌های آمریکا مصاحبه میکنه و خب اونجا مصاحبه‌اش هست. شما پیشنهاد میکنم اون مستند رو دانلود بکنید. مستند 1 ساعت و نیم. اون مستند رو دانلود بکنید و مصاحبه متوالش با اساتید اون دانشگاه ها رو ببینید و ببینید اون اساتید چجوری استدلال میکنن و این چیزی که الان اینجا گفتم رو روتبارد گفته و من براتون خوندم رو وقتی دارید اون مستند رو میبینید به یاد داشته باشید. این نگرش که قضاوت‌های ارزشی به طور بدیهی درست هستند چون مردم این قضاوت‌ها را انجام می‌دهند در حال سرایت به علوم اجتماعی است. فکر کنم واضح بود دیگه. میگه که چون مردم چنین قضاوتی دارن پس درسته. برای مثال شما توی یکی از همین مصاحبه‌های اخیر چند تا از
اساتید جامعه شناسی اینو دیدید. من الان کاری به این ندارم که موضع گیریشون درسته غلطه، به لحاظ سیاسی وضعشون چجوریه، من اونشو الان اصلا کاری ندارم، فقط میخوام مبنای استدلالشون رو بگم که میگفتن آقا مردم الان چنین چیزی میخوان، این درسته، ما باید بریم سراغ این که ببینیم مردم چی میخوان، اون صحیحه. اینجا داره همینو میگه قضاوت‌های ارزشی به طور بدیهی درستند. خب چرا درستند؟ میگه چون مردم این قضاوت‌ها رو میخواد. میگه این اندیشه در حال سرایت به علوم اجتماعیه. حالا ببینید اینو گفتم توی ویدیوهای قبلی، این کتاب سال 57 نوشته شده دیگه، الان دیگه میتونیم بگیم سرایت کرده، تمام شد رفت دیگه. دانشمند علوم اجتماعی اغلب ادعا میکند که او صرفاً یک تکنسین است و به مشتریانش یعنی عموم مردم توصیه میکند که چگونه به اهدافشان هر چه که میخواهد باشد دست پیدا کنند. یعنی میگه من بی‌طرفم، من کاری ندارم شما اهداف چیه، ارزش‌ها چیه، من فقط به کمک میکنم هر چی میخوای دست پیدا کن. میگه او باور دارد که از این طریق قادر است بی آنکه خود را به هیچ ارزشی متعهد سازد موضعی ارزشی بگیرد. در اینجا نمونه از این نگرش برگرفته از یک کتاب درسی مربوط به مالیه عمومی، حوزه‌ای که دانشمند اقتصادی دائما باید با مسائل اخلاقی مواجه شود، آورده شده است. خب حالا این فقره رو میخونم. توجیه امروزی اصل توانایی در میان اقتصاددانان صرفاً این واقعیت است که، یعنی با این واقعیت اینو توجیه میکنن، با نگرش مورد اجماع عمومی نسبت به برابری در توزیع درآمد واقعی و بار مالیاتی مطابقت دارد. میگه اون اصل توانایی با اجماع عمومی در مورد برابری در توزیع درآمد واقعی و بار مالیاتی مطابقت داره. مسائل مربوط به برابری همیشه شامل قضاوت‌های ارزشی می‌شود و ساختارهای مالیاتی را می‌توان از نقطه نظر برابری و تنها از نظر انطباق نسبی با اجماع فکری یک جامعه خاص نسبت به مسئله برابری ارزیابی کرد. ببین اجماع فکری یک جامعه، ببینیم چیه، با اون ما اینو بیایم مورد بررسی قرار بدیم، یا این افکار با اجماع فکری حال حاضر مطابقه. خب این نقل قول تموم شد. ادامه. اما دانشمند با این کار نمیتواند از انجام قضاوت‌های ارزشی خود بگریزد. میگه شما نمیتونی با این بهانه از قضاوت‌های ارزشی بگریزی، فرار کنی. حالا اینجا چند تا مثال میزنه که چرا نمیتونی فرار کنی. میگه فردی که آگاهانه به یک باند جنایتکار بهترین شیوه‌های شکستن قفل گاو صندوق را پیشنهاد میدهد، بدین وسیله به طور ضمنی هدف نهایی این کار رو تایید میکند. شکستن قفل گاو صندوق. شما وقتی داری به یک دزد یاد میدی که چجوری گاو صندوق رو باز بکنه، داری کارشو تایید میکنی. شما میدونی این دزده، میدونی برای چی داره میخواد این کارو یاد بگیره. او پیش از اقدام یک همدست و معاون در جرم است. کی؟ اون کسی که داره بهش یاد میده چجوری قفل رو باز کنه. یه مثال دیگه میزنه، میگه اقتصاددانی که به مردم درباره بهترین و کارآمدترین شیوه دستیابی به برابری اقتصادی مشاوره میدهد، هدف نهایی یعنی برابری اقتصادی را نیز تایید میکند. این فکر کنم واضح بود دیگه. اقتصاددانی که به فدرال رزرو، منظور بانک مرکزی آمریکاست، اقتصاددانی که به فدرال رزرو توصیه میکند چگونه به سریعترین و کارآمدترین شیوه ممکن اقتصاد را مدیریت کند، بدین وسیله، میگه توی اقتصاددان که داری به بانک مرکزی مشاوره میدی چجوری بهتر کار بکنی، کارآمدتر باشی، میگه به این وسیله بر وجود این سیستم و هدف آن از ایجاد ثبات در اقتصاد سهه میگذارد. میگه تو داری هدف این سیستمی بانک مرکزی رو و وجودش رو داری اونو تایید میکنی. یک دانشمند علوم سیاسی که به یک اداره دولتی درباره چگونگی سازماندهی مجدد کارکنانش برای دستیابی به کارایی بیشتر یا ناکارآمدی کمتر مشورت میدهد، از این طریق وجود و موفقیت آن دفتر را تایید میکند. شما وقتی میری توی یک نهاد دولتی بهشون مشاوره میدی که مثلا اون بخش و کل اون نهاد چجوری کارآمدتر باشه یا بهره وریش افزایش پیدا کنه، شما داری فلسفه وجودیش و هدف وجودش و کل اون نهاد رو تایید میکنی.
شما نمیتونی بگی نه من مخالف دولتم یا مخالف اون نهادم. برای متقاعد شدن نسبت به این موضوع میگه برای اینکه قبول کنید این حرفو متقاعد بشید، میگه این را که خط مشی مناسب یک اقتصاددان مخالف وجود فدرال رزرو یا دانشمند علوم سیاسی خواهان انحلال اداره مذکور چگونه خواهد بود در نظر بگیرید. میگه شما فرض کنید که یک اقتصاددانی مخالف فدرال رزرو، شما فرض کنید یک کسی دانشمند علوم سیاسی مخالف مثلا یک نهادی در دولته. میگه به نظر شما اگه یکی بیاد به اینا یه سوال بپرسه یا ازشون مشورت بخواد برای کارآمدی فدرال رزرو، اینو کمکش میکنن؟ من اگر با دزدی مخالفم، با عمل جیببری مخالفم، آیا وقتی یه دزد میاد پیش من از من مشورت میخواد برای اینکه من چجوری بهتر بدزدم، یا بذارید یکم دقیق‌تر به من بگه ببین من چجوری دزدی کنم که آسیب فیزیکی کمتری مثلا به اون کسایی که ازشون دزدی میکنم برسه، آیا من میرم بهش کمک بکنم؟ منی که با دزدی مخالفم خب معلومه این کارو نمیکنم. میگه شمایی که داری کمک میکنی به دولت، به بانک مرکزی که چجوری بهتر کار بکنه، کارآمدتر باشه، داری پس تایید میکنی کارشو. درسته به صراحت این حرفو نمیزنی میگی من بی‌طرفم، ولی نیستی، شما قضاوت ارزشی داری. اگر او به چیزی که با وجود آن مخالف است کمک کند تا عملکرد بهتری داشته باشد، به اصول خود خیانت نمی کند. میگه شما با این کار وقتی مخالف بانک مرکزی هستی داری بهش کمک میکنی که چجوری بهتر کار کنه، به اصول خودت خیانت نمی کنی. شما میتونی مثلا بری به دولت، کسی که مثلا مخالف بانک مرکزیه، به دولت مشورت بدی که چجوری بانک مرکزی رو منحل بکنه که یه دفعه آوار نشه مثلا تو اقتصاد. مثلا حالا اینم باز شاید بشه یکم شک توش وارد کرد، یعنی فی‌البداهه به ذهنم رسید. یا میتونی به دولت مثلا مشورت بدی که این نهاد رو شما چجوری منحلش بکنی، نه اینکه چجوری کارآمدتر بشه. اگه مخالف اون نهادی، مشورتت باید در جهت انحلال اون نهاد باشه، نه کارآمدی بهتر. آیا شیوه مناسب او این نیست که از دادن مشورت به آن اجتناب کند؟ این در ادامه جمله قبلیه. یا شاید بر اساس سخنان کلاسیک یک صنعتگر بزرگ آمریکایی که درباره فساد دولتی سخن میگوید، یه صنعتگری چنین نقل قولی ازش هست، میگه خدایا شکرت که به اندازه‌ای که برای دولت هزینه میکنیم دولت به دست نمیآوریم. تلاش کند تا بر ناکارآمدی آن بیفزاید. منظورش چیه؟ ببینید شما مثلا بیسکویت میخواید، یه هزینه میدید دیگه. شما هر چقدر حاضر باشید بیشتر هزینه بدید برای بیسکویت بیشتری گیرتون میاد، تو خونتون میاد دیگه. این میگه ما این همه هزینه داریم میکنیم برای دولت، ولی اون اندازه که هزینه میکنیم دولت نداریم. میگه خدای شکرت که این ناکارآمده و اون هزینه‌ای که ما میکنیم ما دولت دست ما نمیاد. همون بهتر که این ناکارآمد باشه، کاری نکنه، کاری به کار ما نداشته باشه. و بذارید این پاراگراف رو هم میخونم. باید این نکته را درک کرد که ارزش‌ها به این دلیل که افراد بسیاری به آنها باور دارند، اینجا مهمه، خیلی مهمه. باید این نکته را درک کرد که ارزش‌ها به این دلیل که افراد بسیاری به آنها باور دارند درست یا مشروع نمی‌شوند. میگه چون یک ارزشی رو تعداد بسیاری از افراد قبولش دارن، میگه این نمیتونه ملاک درست و غلط باشه. 80% مردم معتقدن زنها باید حجاب سرشون بکنن. این ملاک درست و غلطیه، پس باید بذارن چون درسته. اینجا ببینید بحث آرایش نیروهای سیاسی و اینا نیستا. اینجا ما داریم در مورد درست و غلط صحبت، در مورد ارزش داریم صحبت میکنیم. از اول میخونم. باید این نکته رو درک کرد که ارزش‌ها به این دلیل که افراد بسیاری به آنها باور دارند درست یا مشروع نمیشوند و محبوبیت اون ارزش‌ها، اون ایده ها، آنها را به نکاتی بدیهی تبدیل نمی‌کنند. میگه این که یه ایده‌ای، یه اندیشه، یه ارزشی خیلی محبوبه، خیلی یا قبول دارن، اونو بدیهی نمی‌کنه. اینکه بگیم خب بدیهیه دیگه، از هر من الشمس، مشخصه، توضیح نمیخواد، اثبات نمیخواد، استدلال نمیخواد. بله ما یه سری چیزا داریم که میتونیم بگیم بدیهیه، سلف اوییدنته، ولی نه به خاطر اینکه خیلی‌ها میپذیرن، به خاطر اینکه سلف اوییدنته. حالا چرا سلف اوییدنته تو ویدیوهای قبلی گفتم، بذار اینجا بگم. این که شما اگه بخواید اون ایده رو، اون گزاره رو نقض بکنید، باید به خودش رجوع بکنید که دچار تناقض میشید. اگه یادتون بیاد فکر کنم تو ویدیو دوم یا سوم ما در این مورد صحبت کردیم.
اقتصاد مملو از موارد بکارگیری ارزش‌های خودسرانه و دلبخواهی در آثاری است که نویسندگان آنها هرگز به درگیر شدن با تحلیل اخلاقی یا ارائه یک نظام اخلاقی فکر نمی‌کنند. فکر کنم تو ویدیوی قبل بود که گفتم که این مباحث مربوط به اراده آزاد و اینا بین اقتصادی ها زیاد طرفدار نداره، زیاد بینشون مثلا ویدیوهای این چنینی بین اقتصادی ها وایرال نمیشه، ولی تو روانشناسی میشه. به همین دلیله میگه این اقتصاددانا با این مسائل کار ندارن. اینجا هم داره اشاره میکنه. همونطور که اشاره کردیم فضیلت برابری بدون هیچ توجیهی بدیهی تلقی میشود. میگه آقا برابری واسه چی بدیهیه؟ بر چه اساسی؟ بین اقتصاددانها و بسیاری از مثلا دانشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی، چون همه قبل میگن برابری معلومه دیگه، کسی برابری نفی نمیکنه که، برای همین برابری بدیهی تلقی میشه. اصلا نمیان در این مورد صحبت بکنن که خب به فرض که شما اقتصاددان میتونی برابری ایجاد کنی، فرض میکنی، فرض محال، خب اصلا چرا باید بکنی؟ چرا باید این کار رو انجام بدی؟ ما خیلی کارو میتونیم، من میتونم دزدی کنم، خب آیا باید انجام بدم؟ باید دزدی انجام بدم؟ باید دزدی بکنم؟ اینم داره همینو میگه همونطور که اشاره کردیم فضیلت برابری بدون هیچ توجیهی بدیهی تلقی میشود و این تلقی نه با درک حسی از واقعیت یا نشان دادن این که نفی آن خود متناقض است. میگه این بدیهی بودن رو با استدلال نشون نمیده، بلکه با ادعای این که هر کس که با آن مخالفت میکند یک انسان حیله‌گر و سرکش است اثبات میشود. میگه هر کی با این برابری مخالفت بکنه حیله‌گر سرکشه، به همین خاطر این بدیهیه. مالیات حوزه‌ای است که ارزش‌های دل بخواهی در آن شکوفا میشود. میگه مالیات یه حوزه‌ایه که هر کی ارزش‌هایی که خودش میخواد اونجا میبره و بسط و گسترشش میده و میتوانیم این مسئله را با تحلیل مقدس‌ترین و بدون شک رایج‌ترین اخلاق مالیاتی، یعنی برخی از احکام معروف آدام اسمیت درباره عدالت در مالیات، نشان دهیم. خب ببینید، من فکر میکنم که آره 2 تا پاراگراف مونده. من این 2 تا پاراگراف رو نمیخونم چون یه جور توضیح بیشتر همینه. البته مطالب جدید داره ولی فکر میکنم کافیه، حالا طولانی نشه. و یه پاراگراف مونده که اونم نتیجه گیریه. من نتیجه گیری رو میخونم و دیگه کلا ویدیوهای مربوط به این کتاب رو ما تمومش میکنیم. نتیجه گیری: با بررسی ویژگی‌های علم مناسب انسان در برابر علم سالاری، رشته‌ای روشن و درخشان پدیدار می‌شود که این دو را از هم متمایز می‌کند. علم راستین انسان بر اساس وجود تک تک انسان‌ها، حیات و آگاهی فردی استوار است. مؤمنان علمی، این کلمه مؤمنان هم یه طعنه‌ای داره دیگه، یعنی میگن علم سالارها علم رو تبدیل کردن به یک چیزی شبیه به ایمان دینی. مؤمنان علمی که در دوران مدرن اکثریت را در اختیار دارند و میگه تو دوران مدرن تو حال حاضر این افراد با این اندیشه ها دارای اکثریت هستند. شما مثلا توی کامنت های فکر کنم ویدیوی دومم اگه برید بخونید یه سری از این افکار و عقاید رو میبینید. مؤمنان علمی که در دوران مدرن اکثریت را در اختیار دارند همیشه در مقابل وجود معنادار افراد صفارایی میکنند. خیلی نکته مهمی. بعد حالا میخواد چند تا مثال بزنه. میگه زیستشناسان وجود حیات را انکار میکنند، روانشناسان وجود آگاهی را منکر میشوند، اقتصاددانان اقتصاد را و نظریه پردازان سیاسی فلسفه سیاسی را انکار میکنند. آنچه آنها تایید میکنند وجود کلهای اجتماعی از قبیل جامعه، جمع، گروه و ملت و تقدم داشتن آنها بر فرد است. آنها مدعی هستند که فرد باید عاری از جهتگیری ارزشی باشد، اما ارزش‌هایش را از جامعه اخذ کند. علم راستین انسان از نظر اهمیت محوری، معرفت شناختی و اخلاقی بر فرد متمرکز است. در مقابل طرفداران علم سالاری هیچ فرصتی را برای تحقیر فرد و محو ساختن آن در اهمیت جمع از دست نمی‌دهند. ببینید آین رند خیلی به این موضوع بقیه هم پرداختن، آین رند هم پرداخته. با چنین معرفت شناسی های از اساس متضادی اصلا تصادفی نیست که دیدگاه‌های سیاسی دو اردوگاه مخالف به ترتیب فردگرایی و جمعگرایی گرایش دارند. این کتاب تمام شد، این نتیجه گیریش هم خوندم، تمام شد. فقط
نمیدونم کجا خوندم الان یادم نیست، شاید یه جایی خوندم، شاید تو آثار آین رند خوندم، یا شاید هم استنباط خودم از چیزایی که خوندم، حالا من به یاد ندارم. فکر میکنم آین رند اینو گفته. توی اطلس شانه هایش رو بالا انداخت که یک رمان 3 جلدیه و منم تو همین صفحه اینستاگرام معرفیش کردم. ببینید آین رند، حالا اگه واقعا اون گفته باشه، یکم شک دارم، آین رند چی میگه؟ آین رند میگه که آقا این افکار جمع‌گرایانه، این افکاری که همینجا روتبارد هم بهش اشاره میکنه که میگه آقا جمعه که باید مشخص بکنه که ایده های ما چیه، میگه این افکار بسیار بدی و عقب مانده و مال انسان‌های ابتدایی. انسان‌های ابتدایی هم همین بودن دیگه. انسان‌های ابتدایی جمع اولویت داشت بر فرد اون چیزی رو باید میپذیرفت که جمع پذیرفته. مثلا همه معتقد بودن که خورشید گرفتگی خشم خدایانه، زلزله نمیدونم مثلا به خاطر چه میدونم گناه فرده یا از اینجور مسائل. و فردی که به این قضیه، به این داستان باور نداشت، خب یک فرد اشتباهی محسوب میشد. اینجا یه کلمه‌ای به کار برد براش، شیاد یا هیله‌گر و سرکش محسوب میشد. در واقع میخواد بگه آقا این افکار جمع‌گرایانه، هم این افکار جمع‌گرایانه مدرن که الان از اکثریت هم برخورداره، همون افکار بدویه، همون افکار ابتداییه، منتها خوشگل شده. یعنی گاری رو گرفتن تبدیلش کردن به کالسکه، همون گاریه، خوشگل شده، رنگش زدن، خوشگل ترش کردن و اینا. وگرنه هر دوتای اینا از یک تفکر و ایده نشأت میگیره. این یه چیز خیلی جالبی بود که اگر اشتباه نکنم من در آین رند دیدم. خب امیدوارم که ویدیوهایی که از این کتاب گرفتم به دردتون خورده باشه، استفاده کرده باشید و توی این ویدیوی آخر هم متوجه شده باشید که اراده آزاد بروز و ظهور داره در کنش‌های ما، بروز و ظهور داره در قواعد و قوانینی که ما برای جامعه وضع میکنیم و بر اون اساس عمل میکنیم. اینا خیلی مهمه. یه بحث فلسفی تئوری که اثر بیکاری نیست. شاید من 7-8 بار این جمله رو توی این ویدیوها گفتم. بسیار 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 مهمه و فکر کنم تو ویدیو قبلم گفتم در باب اراده آزاد باید فکر کنید جنگه. یعنی اگر به آزادی باور دارید، اگر معتقدید انسان‌ها حقوقی دارند که نباید نقض بشه، نباید به حقوق افراد تجاوز بشه، پای اراده آزاد باید بایستید. یک قدم نباید از این سنگر عقب نشینی کنید، منتها با استدلال، با علم، نه با لج و لجبازی و حرف‌های بیپای و اساس. باید این کتاب رو در این مورد بخونید و البته کتاب‌های دیگه، فردگرایی و فلسفه علوم اجتماعی نوشته ماری روتبارد، ترجمه مهران خسروزاده و نشر دنیای اقتصاد. خب من این ویدیو رو همینجا به پایان میرسونم. امیدوارم که از گوش دادن به این صوت یا دیدن این ویدیوها استفاده کافی برده باشید. خدا نگهدارتون.